یه مرد تو مکزیک هر روز به مدت 1 سال با یه گونی که روی دوشش آویزون بود سوار بر یه دوچرخه از مرز رد میشد. اما هیچ کس نمیدونست توی اون چیه. یه روز یکی از مامورای مرزبانی جلوشو گرفت و پرسید توی این گونی چیه؟ مرد مکزیکی گفت شن. جوابش مشکوک به نظر می رسید. مامور مجبورش کرد از دوچرخه پیاده بشه. گونی رو پاره کرد و همه محتویاتش رو خالی کرد. داخلشون چیزی جز شن نبود. با این حال اونا مرد رو شب نگه داشتن. شنها رو هم برای آزمایش فرستادن. جواب اومد فقط شن. هیچ چیز دیگه ای نبود. روز بعد آزادش کردن. مرد دوباره گونی رو از شن پر کرد و از مرز رد شد. بعد هم همین کارو هر روز به مدت 1 سال ادامه داد. مامورا چند بار دیگه هم شنها رو دادن آزمایش، اما هیچ وقت چیزی پیدا نشد. تا اینکه یه روز مرد دیگه نیومد. چند ماه بعد همون مامور اتفاقی توی یه رستوران در تگزاس اونو دید. از سر میز بلند شد و مستقیم رفت طرفش. آروم خم شد و بهش گفت تو منو دیوونه کردی. بین خودمون میمونه. فقط بهم بگو چی قاچاق میکردی. مرد مکزیکی با لبخند گفت دوچرخه. مامور همونجا خشکش زد. مرد مکزیکی ادامه داد قسمت سخت ماجرا نگاه کردن نیست. قسمت سخت اینه که بدونی باید کجا رو نگاه کنی. اگه رشد رو دنبال نمی کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمی بینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.